السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه هر کجایی که باشه. راستش به نهایت بسیاری باید مراجعت میشه برای کمک کردن، یاردم کردن. الله نگهبان هر یک ما و شما باشه. راستش نه میلیونریم نه میلیاردر، مثل هر یک مهاجر کارگریم. یگان وظیفه کلان نداریم که مثال بگیم یک یگان فوند خیریه که مثال مردم کمک کنن. با قدر استطاعت الحمدلله، با قدر استطاعتی که دستمون میایه کمک کرده استیم. لیکن بعضی هاش سبحان الله مقدار پول میپرسن که او قدر پول نداره. بعضی هاش 1 میلیون 2 میلیون، بعضی هاش تا 5 میلیون ماشاءالله، بعضی هاش 500 سروش 500,000 قرض نه 500,000 یاردم که بعد پرسانشون میکنی که اکاو دو در داری ها چرا زمان ها پرسان نمیکنی، چرا زمان ها یعنی پول طلب نمیکنی؟ میگه نمیتونم. یعنی پیش چشمتون اول پیش از یک دیگه طلب میکنین، پیش چشمتون اول فرزندای پدرتون بیارین که همونها که یاردمتون نکرد بیگونه با بی اولا قطعی یاردمتون نمیکنن. یعنی قدر پول گفتی که با 800 سوم 700 سوم گفتی که با یه روز کار میکنی، چقدر انسان 500,000 مبرور میتی با مو خاطر. یعنی حالا که از باوری فرزند پدر مادر که برو ما باشین که پول تون نته، البته را گفتی که خود یک کس نمیته. بعضیش سبحان الله میگونه دارم شرایط او تو دایجه میگردی کو. یعنی یک انسان برای کار بار زندگی و حیات و بندگیش یا جبر و گناهگار میشه. یعنی تو باید همونجا نره، باید پل وایده بته. بعد بسیاری ها مثلا می نویسن کارتاشون روی میکنن. یعنی چیز بفهمه که راستش ما نمیدونیم کین چین، نمیتونیم تو همون انسان رو تأکید نکنیم روی کرده یاردم کردن نمیتونیم، برای که عین حال حاضر گفتی که با یک دوست باشه 10 تا دشمنه. و همچنان برادرایی که این ویدیو رو میبینن بسیاری طلب میکنن، بعضی هستن که همون انسان ها در خط سیاه هستن، با اونا رو پول یاردم میکنی، فردا گفتی که پا بندی میشه، محکمت میکنن یا که اون پرابلم بالای سرت میارن. یعنی تو به خاطر الله کوشش میکنی یاردم کنی، لیک یعنی پشت کارتان نمیدونی چی گپای. با هم خاطر یعنی حرکت کنین، گفتی که پا هوشیار باشین گروه بگوریده که مثلا بدونین که کیه چیه. بعضی وقت میشه که پرابلم های کلان بالا با بالای سرتون میاره. با هم خاطر با احتیاط باشین هر کجایی که باشین. و بسیاری ها که وقتی یاردم طلب میکنن سبحان الله وقتی که بگوی ندارم شرایط نمیکنم، میگه فردا نزد پروردگار الله طلب میکنم. با خاطر اینکه اون انسان 3 میلیون پول میپرسه یاردم، تو میگوی ندارم که نمیتونم داده، شرایط نیست، نمیشناسمت، نمیدونمت، میگه فردا روز قیامت الله سبحانه و تعالی دعوا میکنه. یعنی بسیار نمی خیلی انسان وقتی که همین چیز عدد که زیاد شد بعد ما ویدیو میکنم در این بابت. به هر حال مثلا که احتیاط باشین غریبا. یعنی من خودم غریبم، مسافرم، گفتی که پای 90 چند سال که در بدر غریبی خطی گشته هستیم. یعنی مشکلی زحمت همه چیز دیدگی هستیم ما را هم و بسیاری شما را هم. با هم خاطر یعنی مسلمان باید شجاعتمند باشه، هوشیار باشه، زیرک باشه، تا اینکه بدونه که گیجا میره چیکار میکنه، قطعی که انسان میشینه و قطعی که رفتار داره. برای این حال زمان نه اون دوستانی که خاص به خاطر الله نه اون قدر زیاد هستند. شاید که از بین میلیون 1 نفر باشه خاص به خاطر الله، یعنی یار رفیقی کنه در حالت نبدنت، در حالت بدنت یعنی خاص به خاطر الله برداری کنه، در حالت نابدنت یعنی ای ناموست حمایه کنه. نه که در نبودن و بدبخت، در بدن و بردار عزیزی این خیلی نباشه. در هر حالت الحمدلله یعنی برادر خاص به خاطر الله برادری بکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. یعنی شما دوستی یا رفیقی نکنین با آن شخص مؤمن، یعنی با غیر مؤمن با هیچ کس دوستی نکنین. یعنی مؤمن مسلمان مؤمنی که بگیم با طاعت عبادت الله با نمازه. ولا یاکل طعامک الا تقی یعنی طعامت را نخوره مگر که اهل تقوا باشه. با اون خاطر برادر دیده و دونسته برادر بگیریم، برای که یعنی مشکلی زیاد به سر می آید از بعضی برادرای بدبختانه. الله هر یک ما و شما را هدایت بکته و توفیق بندگی عطا بفرمایه ان شاء الله. کسی که گرین سر اکن میتونه که ان شاء الله با اون برادر مراجعت کنه، رقم هاش روی اکران. یا نظامتون معذرت میپرسم به خاطری که نمیتونم یک انسان
از قفای زندگی خودش بدوه، قفای گفتی یا با فرزندای، قفای اهل بیت، قفای کی بدوه. اگه انسان خودش تو همین قدر میتونه، قفای بیمارا و دیگه هر چیزی که دستم میاد خاص به خاطر الله حرکت میکنم، کوشش میکنم یاردم کنم. چیزی که دستم نمیاد یعنی اختان حرکت کنم، کوشش کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.